ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کنم باز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل تماشابینان و هموطنان گرامی قدر. خب دوستان عزیز، بیا ما و شما در یک کار خیر پوش شدیم. یک برادر تاجیک ما در شهر روسیه با تقسیم کنی قرآن ها هفت یک و چندین کتاب هایی که امروز برای ما و شما ضرور است مشغول است. این برادر از ما و شما تنها یک چیز میخواهد، تنها در اومده در شبکه‌هاش آبونه میشویم، اینستاگرام و یوتیوب تمام. یعنی یک کنکورس بپل کاری برادر به خاطر الله بهر مهاجرایی که قرآن خوانده نمیتونند یا شخصانی که میتونند مثلا تقسیم کرده است دست همین برادر. باز با من اول شما میگذارم خودتون تماشا بکنین. سلکه کانالش اینستاگرام و یوتیوبش در زیر همین ویدیو هست. با دوران در کانال خودش طرز اشتراک کردن در همین کنکورس رو فهموندگی است، اونجا خوبتر میفهمین ان شاء الله. ای کار خیر خفا نمونین و ان شاء الله در اومده اشتراک کنین، صاحب قرآن خواهید گشت. سلکش در زیر ویدیو نوارش میمونم با حاضر تماشا کنین، با خوبتر میفهمین. به نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی کنم سخن باز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز. روز سعید جمعه رو برای یک شما مبارک باد میگم. پروردگار همیشه سربلند و خانه آباد باشین. امیدوارم ما رو ببخشید اگر در رفت ویدیو یگان کمدی از جانب ما گذشت، به خاطر اون که یکم ویدیو است که ما در صفحه اینستاگرام و یوتیوب خودمان میگذاریم. آن روز فرا رسید. کدام روز؟ روزی است که ما وعده دادیم از جانب خودمان کنکورس به پول برای پادکست‌ها و کلینت‌های خودمان بگذارونیم. انشاءالله زیاده از 100 چند قرآن، جای نماز و تسبیح و تحفه‌های اسلامی خیلی زیاده است. روزهای نزدیک ما در صفحه اینستاگرام خودمان اینترنت مگزین خودمان بابا جان 88 میگذرانیم. این با رازگی پروردگار و دستگیری دوستای من، اکای شیخ بهرالدین، خور علی جان، اکای مصلح الدین و خواهر عزیز صبح شب 82 اپای صابره انشاءالله میگذرد. برای در این آزمون اشتراک کردن چیکار باید کرد؟ ویدیویی که ما حاضر میگذاریم در صفحه خودمان، برادرای عزیز در کامنتر همین سه دوست خودتون اتمیچل میکنه و همین ویدیو را در استوریات میمونه. روزهای نزدیک انشاءالله آزمون رو میگذاریم. باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و رحمت برای دستگیری همتون. خدا نگهبان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، یک برادر ما و شما خواست که یک از صدقه های جاریه را یعنی جاری کنه که یک از بهترین تحفه برای ما و شما قرآن می باشه و این برادر خواست که یعنی زیاده از 100 قرآن تحفه کنه برای شخصانی که میدرن در داخل کانال او آبونه می شوند. در بالای همین ویدیو یعنی سلکه‌ای که میبینین بابا جان 88 در همون کانال آبونه شین انشاءالله که برای هر یک شما تحفه میکنه قرآن. بهترین قرآن ها با تجوید و طرز خواندنشون آسان است. مصحف التجوید مثال نوشته شده است، مصحف التجوید یعنی قرآنی با تجوید. مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين یعنی آزاد آرام انشاءالله که خوانده می شود. چند نوع قرآن را و این دیگه نوشته شده کدام حرف چگونه خوانده می شود. خب انشاءالله برای هر یکی شما موفقیت بدرین ابونه شین که برای هر یک شما انشاءالله امیدوار هستیم که قرآن ضروره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه در هر یک خانه ای که یعنی سوره بقره خوانده شود در اونجا برکت است. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. پس سؤال کنین اهل ذکر هر آنچه که شما نمیدانین. با مخاطب دوستان عزیز، برای هر یک شما انشاءالله امیدوار است که موفقیت خداوند
در کسب و کاری ما و شما خداوند برکت عطا بفرمایه. بدرین ابونه شین تا اینکه از این گونه مصحف های جدید، از مصحف های نو انشاءالله یعنی دور نشین. خداوند برای هر یک شما موفق بگردانه. وقی در امان الله. السلام علیکم.